رسول نازنین اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث ارشاد میفرمایند نزدیکترین حالتی که الله به بنده دارد، این نکته را متوجه باشین، یکی نزدیکترین حالت بنده با الله هست که حالت سجده هست و یکی نزدیکترین حالتی که الله تبارک و تعالی خود به بندهش نزدیک می سازد. این نکته خیلی نکته جالب است برای من. الله با او بزرگیه که خالق آسمان و زمین و هزارها هزار عالمین است، با امی بزرگیش خود به بندهش نزدیک می سازد. اقرب ما یکون الرب من العبد، نزدیکترین حالتی که الله یا الله چقدر فرصت ها را از دست داده. اقرب ما یکون العبد، اقرب ما یکون الرب من العبد، نزدیکترین حالت الله به بندهش. هی بنده تو چی داری؟ تو چی کمالی داری؟ کمال من جز گناه، کمال من جز روسیاهی، جز تمرد، جز سرکشی. من نمیتونم غیر از این کمال ثابت بسازم. اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، نزدیکترین حالت الله و بندهش در قسمتهای اخیر شب هنگام سحر. چی می شود برادر من اگر این دهه اخیر رمضان را قبل سحری 1 ساعت و نیم ساعتی وقتر به پا بخیزیم و قبل از این که به فکر پر کردن شکم باشیم خود را به ربمان نزدیک بسازیم و دعا بکنیم. این لطف و کرم را به حال خودت میکنی، به خودت بکن. اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر.